اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. دادگاه در ویلنیوس پایتخت لیتوا روز 7 اپریل امر داده است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف را 2 ماه به حبس گیرند، اما سببش را آشکار نکرده است. حالا سلیمان دولتوف را در بازداشتگاه مهاجران غیر قانونی نگه می‌دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که بر ضد قرار دادگاه شکایت برد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول از جزئیات بازداشتی سلیمان دولتوف میگفتید؟ سلام بینندگان گرامی. سلیمان دولتوف را که در صفحه‌هاش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های اسلامی گذاشته از حکومت تاجیکستان سخت تنقید می‌کند، روز 5 اپریل همین سال ماموران امنیتی لیتوا دستگیر کردند، در حالی که شرحی رسمی بازداشت دسترس نیست. خودش در یک تماس ویدیویی با شراف‌الدین گدایف، فعال مخالفان، ادعا کرده است که پیشنهاد همکاری را با مقامات امنیتی لیتوا نپذیرفت و پس از آن به طور ناگهانی دستگیر شد. واکنش لیتوا به این ادعا هنوز معلوم نیست. شراف‌الدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیو آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سر چی بوده است. دولتوف قضیه را در نوار چنین نقل کرده است: چند ماه پیش یک آدم دعوت کرد و گفت که همراه ما کار میکنی. گفتم کار نمیکنم. پناهنده تاجیک در صحبت خود از نفر مشخص و جای کار دقیق او نام نمیگیرد. وکیل دفاع سلیمان دولتوف چی میگوید میرزانبی؟ تا حال یگان سبب برای بازداشت او را مقامات شرح دادند؟ ببینید، وکیل مدافع و پیوندان سلیمان دولتوف با نظر داشت اینکه او را ناگهانی به حبس گرفته اتهام را ذکر نکردند، سبب اصلی بازداشت او را نمیدانند. شراف‌الدین گدایف گفت که برای رهایی او تلاش دارند و جهت پشتیبانی حقوقی به سازمان‌های بین المللی نیز مراجعت خواهند کرد. آنگونه که می‌دانیم سلیمان دولتوف 40 ساله در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود که هر دو سازمان مخالف دولت هستند. وی 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی می‌کند. به گفته شخصان نزدیکش در مرکز لیتوا آشخانه، دکان و نانوایخانه هم دارد. صاحب 3 فرزند است. او را سال 2015 هنگام گذشتن از شهر سن پترزبورگ روسیه به فنلاندیا دستگیر کردند و سپس رهایش کردند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره بازداشت یکی از فعالان مخالفان حکومت تاجیکستان در شهر ویلنیوس لیتوا صحبت می‌کرد. و امروز شبنم خدایداد و فعال سیاسی مقیم لهستان به ما خبر داد که دادگاه این کشور با درخواست پناهندگی برادرش کامران خدایدادوف پاسخی رد داده است. کامران 6 سال پیش بعد فشارهای مقامات به لهستان رفت و تاکنون آنجا میزیست. خواهرش به ما گفت که دادگاه تا 2 هفته دیگر به برادرش فرصت داده است لهستان را ترک کند، در عکس حال مقامات او را اخراج میکنند. فعال سیاسی تاجیک نگران است که برادرش در صورت بازگشت به تاجیکستان به خاطر او آزار و اذیت می‌بیند. بچه که یاشه میره زندان میشوه، حیات بچه که یاشه میسوزانن. ای پشت کارای ما گناهگار مثال، ما در سیاست رفتم، دادری ما سیاست مدار نیسته. هر چیزی که نوشتم، هر چیزی کردم، ناراضگی کردم، ما کردم نسبت رئیس جمهوری تاجیکستان. اویلای ما یگان چیزی ما گناهگار نیسته. یکی وقتی که تاجیکستان اویلای ما ده فشار آورد، ما مجبور شدم گرفتم آوردم دادر ما، اپا ما، مادر ما بازگشت، مادر ما گرداندم روان کردم، گفتم رفتم مادر ما هیچ چیز نشه و فشار نیاید یا شمنی روان میکنم. نه که در این بین مادر ما دنیا گذشت به خاطر چی؟ به خاطر که هر وقتی که هر چیزی که من نویساندم، هر مصاحبه‌ای که دادم رادیو آزادی قطعی یا دیگر ژورنالیستا قطعی این فشار در سر ما اومد. حالا شبنم خدایداد و با نوشتن نامه از وزارت کارهای خارجی لهستان خواسته است به قضیه برادرش دخل کند و از احتمال به تاجیکستان فرستاده شدن او پیشگیری نماید، چون جانش در خطر است. از سال 2015 به این طرف گروه از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با حکومت و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند.